و آیا می‌دانید وقتی پلاستیک به اقیانوس می‌رسد، واقعاً چه اتفاقی برایش می‌افتد؟ تحت تأثیر نور خورشید، آب شور، امواج و باد، زباله‌های پلاستیکی بزرگ به ذرات کوچکتر تجزیه می‌شوند. پلاستیک می‌تواند به ذراتی با اندازه فقط چند میلیمتر تجزیه شود و در آن مرحله ما آن را میکروپلاستیک می‌نامیم. این ذرات با چشم غیرمسلح قابل مشاهده هستند. اما بیایید به فرایند تجزیه پلاستیک ادامه دهیم. بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی ذرات پلاستیک از 1 میکرومتر کوچکتر می‌شوند، به نانوپلاستیک تبدیل می‌شوند. این ذرات فقط زیر میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. نکته کلیدی این است که پلاستیک هرگز به طور کامل تجزیه نمی‌شود. مانند مواد عالی، دچار تخریب بیولوژیکی نمی‌شود. متوجه شدید؟ هرگز به خودی خود تجزیه نمی‌شود. هرگز. نانوپلاستیک‌ها مرحله نهایی تخریب زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس هستند. این ذرات ریز نانوپلاستیک نامیده می‌شوند. این ذرات ساختار پلیمری پلاستیک اصلی را حفظ می‌کنند. اما به دلیل اندازه کوچکشان خواص جدیدی دارند. به عنوان مثال، آنها به راحتی به بافت‌های موجودات زنده نفوذ می‌کنند. آنها می‌توانند بر موانع بیولوژیکی غلبه کنند، به راحتی وارد زنجیره‌های غذایی اکوسیستم‌های دریایی شوند و در بافت‌های موجودات زنده تجمع یابند